ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби сеюм, гуфтори 85. قضای تقدیر در این گیرودارهای خراسان. تابستان سال 651 میلادی واپسین شاهنشاهی ساسانی یزدگرد را از جهان برده، به خلیفه عثمان نیز چندان مهربانی را روا ندید. اصلا در عهد دو خلیفه اول ابوبکر و عمر قضیه امور دولتداری با اصحاب پیامبر و بزرگان اسلام از طریق مشورت حل شده، مشکلات دینی و دنیوی در اساس فرموده قرآن و سنت پیامبر عملی می گشت و مساوات و برابری در جهاد و همه رکنهای اسلام رعایت می گردید. در عهد عثمان خلافت اسلام عملاً به یک ایمپریای بزرگ و پهناور تبدیل یافته، پیروان نخستین اسلام، مهاجران و انصاریان و امیران و سران لشکری فتح‌آوری مسلمانان، صاحب مال و اموال، ثروت و زمین و حتی مضافات‌های پرفیض و با برکت گردیده، تدریجاً زندگی پارسایانه و پرهیزکارانه را ترک می نمودند. یکی از عامل‌های اساسی خردگیری و اعتراض بعضی مسلمانان نسبت عثمان این بود که او در مرکز مدینه خانه‌ای با حشمتی پای دیوارش سنگین ساخته، برعکس روزگاری پارسایانه و زاهدانه ابوبکر و عمر برایش زندگی با شکوه و اشرافانه را اختیار کرده است. از جمله مقربان او یکی از صحابه های کرام زبیر در مدینه صاحب 11 خانه بوده، در بصره 2 قصر محتشمی ساخت که در پیشاروی یکیش بازار کلان موجود بود. او اینچنین از اثر قرابتش با خلیفه در کوفه، اسکندریه و فسطاط صاحب خانه و زمین‌های حاصل خیز شده بود که این از چشم مسلمانان نهان نمی ماند. مساوات و برابری و همسانی مسلمانان که از مقررات حتمی دین مبین اسلام بود، بعد مرگ خلیفه عمر سختگیر و قوی اراده به طور آشکار و نهان می کاهید. رقابت‌های داخلی به مدینه راه می یافت. تلاش و مبارزه ها برای به دست آوردن مالکیت کشورهای فتح شده بالا می گرفت و مرکزیت خلافت از عهده اداره و نظارت بی کم و کاستی ایمپریای پهناور نمی برآمد. شاید از همین جهت باشد که عثمانی سال خورده و احتیاطکاری از سن 70 گذشته می‌خواست با راه تعیین کردن خویشاوندانش در وظیفه‌های مهم مضافات و ولایت‌های خلافت نفوذ و اعتبار دینی و دنیوی خود را از دست ندهد. خلافت تا رفت به مخالفت داخلی فرقه‌های کشیده می‌شد که در اطراف پیشوایان جماعت‌های مسلمانی گرد آمده، زیاده روی و شکوه و جلال را در زندگی و تعامل اسلام نمی پذیرفتند. در عین زمان عثمان به مصلحت اهل شورا و صحابه ها خویش و تباران نزدیک و نمایندگان خود را به وارگی مضافات های گوناگون
تعیین می نمود که ابن مروان، ابوذر، عبدالله ابن عامر و دیگران از جمله آنها بودند. او به اعتراض اهل شورا و صحابه ها نگاه نکرده، سیاستی تکیه نمودن به خویش و تبار و شخصان نزدیکش را پیش می برد. عثمان ابن عفان پس از سالهای اولی خلافت و زندگی ساده و پارسایانه‌ای که ابوبکر و عمر داشتند چندان پیروی نکرده، از خزینه خلافت نه فقط برای خود پول و مال می گرفت، بلکه به صحابه ها، خویش و تبار و اعیان و اشراف پاداش ها می داد. او اینچنین به خویشان و نزدیکانش منصب و امتیازهای زیادی بخشیده، مرتبه خاندان خود بنی امیه قبیله قریش را پشتیبانی می کرد که این زیاده روی باعث ناراضگی قبیله های دیگر و طایفه زیادی مسلمانان می گردید. گذشته از این، او والی کوفه، لشکرکشی مشهوری عرب سعد ابن وقاص را با بهانه دسترازی کردن به خزینه خلافت و قرضی بیت المال مسلمین را برنگرداندنش در اساس شکایت خزیندار از منصب دور کرده، بجایش تقای خود برادری مادرش ولید ابن عقبه را می گذارد. ولید ابن عقبه در کرسی منصب تقدیر ولایت را به خدا حواله کرده، به شرابخواری و عملهای ناشایسته روی می آورد که این کردارهایش باعث ناراضگی و شکایت مسلمانان می گردد. خلیفه عثمان خود را ناشنیده انگارد هم شاهدان حال در لحظه مستی ولید رمز امارت انگشترین مهردارش را ستانیده چون دلیل به حضور خلیفه می برند. خلیفه عثمان ناچار او را از منصب برکنار نموده، بجایش سید ابن عاص را واری می گذارد. سید ابن عاص به مسجد کوفه آمده، سر اول امر می دهد که محراب و منبری مسجد را شسته از پلیدی و افلاسی های ولید ابن عقبه پاک کنند. از والگی کوفه برکنار کردن لشکرکشی بی سابقه عرب سعد ابن وقاص، فاتح تیسفون و نصف قلمرو ایران و دیده و دانسته بجای او نشاندن تقایش ولید ابن عقبه باعث گفتگزار و اضطراب مسلمانان می شود. زیاده از این، عثمان یکی از لشکرکشان بزرگ و پیشوایان شناخته اسلام عمرو ابن عاص را که در دوران عمر سراسری فلسطین و شهر قدس و مصر را فتح نموده به مسند واریگی رسیده بود، از واریگی مصر معزول نموده، به جای او برادری شیرخواره خود عبدالله ابن سعد را می گذارد. اینچنین او صحابه کرام پیامبر و یکی از دانندگان بهترین قرآن ابو موسی اشعری را از امارت بصره برکنار نموده، به جای او پسر خواندش عبدالله ابن عامر را قرار داد. در عین حال او یکی از رقیبان سرسخت پیامبر مروان ابن حکم، پسری عمکی خود را که با تمام اهل عائله‌اش از مکه به طایف بدرغه شده بود به مدینه آورده، به صفت یکی از مشاوران اولی خود پسندید. عثمان به خاطر خاندار شدنش به دختری مروان ابن حکم و پدر عروسش از حساب غنیمت‌های خمسی 5 افریقیه، تونس و الجزایر تقریباً 200,000 دینار
و به بابای همسرش اشترانی صدقه قبیله بنی قدی را پاداش می دهد. در امور مهمی نظارت و اداره مملکت مشاور قرار یافتن مروان ابن حکم از مشورت با اصحاب بزرگ پیامبر و اهل شورای جلسات خلیفه خود را کناره کشیدن عثمان، اینچنین به نزدیکان و خویشانش وظیفه امارت و امتیازهای زیاد دادن او تدریجاً باعث اضطراب و ناراضگی پیشوایان مسلمانان گشته ماجرا و فتنه ها را میخیزند. بعضی بزرگان اهل مدینه به حضور علی ابن ابو طالب آمده از او خواهش می نمایند که بین آنها و عثمان واسطه شود تا بعضی صاحب منصبان کنونی را از جمله اقربایش سبک دوش نموده به جای آنها پیشوایان صالح اسلام و فرماندهان ارزنده لشکر را به سر کار آورد. علی به نزد خلیفه عثمان آمده درخواست بزرگان مدینه و مردم مسلمان را می رساند، ولی عثمان از مقربان و خویشاوندانش پشتیبانی می نماید. اینها که اقربای من هستند از جهت خویشان تو نیز هستند. عمر ابن خطاب هم به بعضی خویشاوندانش امارت می داد. علی فرمود: بله، اینها خویشان من نیز هستند، ولی هستند اشخاصی که خیلی از آنها بهتر و لایق‌ترند. صحیح است که عمر ابن خطاب به بعضی از خویشاوندانش امارت می داد، ولی آنها کاردان و لایق بودند و گذشته از این عمر قدرت و هیبتی داشت که تو ای عثمان نداری. آیا می دانی که هرگاه به عمر خبر می رسید که یکی از کارگزارانش در دورترین منطقه کشور کوچکترین خطایی کرده است برمی آشفت، فوراً او را حاضر می کرد، پا روی صفحه گردنش می گذاشت و او را جزا می داد. این کار از تو در حق کارگزارانت بر نمی آید، مگر نه این است که معاویه در شام کارهای در بیت المال می کند که نباید بکند و می گوید که این به دستور عثمان است و ترس از تو ندارد. آن گفتگوزاری که بین علی با خلیفه عثمان صورت گرفت سر اول باعثی در مصر، کوفه و بصره پدید آمدن جمعیت‌های مخفی خردی گردید که پنهانی به فعالیت پرداخته در میان مردم مسلمان به مقابل عثمان و کارگزاران او از جمله نزدیکان و خویشاوندانش ترغیبات و فتنه انگیزی را به راه ماندند. سروران گروه‌های مخالف عثمان به مردم شهرهای دیگر نامه‌های ساخته فرستاده از نام اصحاب بزرگ پیامبر مسلمانان را به آشوب، جهاد و حمایه دین مبین اسلام دعوت می کردند. چنان که در بالا ذکر شد، در عهد خلافت عثمان بعضی اصحاب پیامبر و عده‌ای از پیشوایان مسلمانان از سیاست دولتداری و رفتار و کردار خلیفه، خصوصاً از امر و فرمانهای غرضناکی به مسند والیگی و امیری لشکر تعیین شدن اقوام نزدیکی او ناراضی بودند که این باعث اوج گرفتن اختلافات و مبارزه های آشکار و نهانی داخلی گردید. مدتی نگذشته ماه شوال سال 35 هجری قریب 1000 نفر مخالفان عثمان با بهانه ادای مراسم حج و زیارت قبر پیامبر از مصر، کوفه و بصره به مدینه آمده
آشوبگران در مسجد جامی از خلیفه طلب نمودند که از مسند خلافت برکنار شود. عثمان طلب آنها را نپذیرفت و گفت که لباس خلیفگی را که خدا به من پوشانیده است از تن بیرون نخواهم کرد. آشوبگران خانه عثمان را محاصره نموده او را اندرون خانه‌اش زندانی کردند و یک گروهی 13 نفری از پیشتازان آشوبگران که محمد ابن ابوبکر پسر ابوبکر صدیق نیز با آنها بود وارد خانه گشته عثمان را مجبور می کردند که استعفا دهد. محاصره 40 روز طول کشید و عاقبت خلیفه مسلمانان عثمان پس از 11 سال و 11 ماه و 12 روز خلافتش در سن 82 سالگی 18 ذوالحجه سال 35 هجری مطابق به 20 ایون سال 656 میلادی پس از اینکه 40 روز آخرین عمرش در خانه زندانی و در محاصره دشمنان بود به دست آنها به شهادت رسید. آشوبگران فرصت را مناسب دانسته به غارت خانه خلیفه دست زدند و غنیمت‌های بیت المال را ربودند. به قول طبری جسد خلیفه را خواستند روز دیگر گرفته به خاک سپارند، ولی عبدالرحمن ابن عباس مهتری مصریان بود بیامد و گفت ما نهیلیم که او را به گورستان مسلمانان برید که او نه مسلمان بود. 3 روز افکنده بود و تباه شده. پس در پهلوی گورستان مسلمانان گورهای جهودان بود، آنجاش به گور کردند و آن را گورستانی بنی امیه خوانند. یکی از خدمت‌های بزرگ و بی سابقه‌ای که عثمان انجام داده است در شکل دستخط کتابت کردن قرآن و یکسان نمودن طرز تلاوت این کتاب مقدس الهی می باشد. ناگفته نماند که آیات قرآن در دوام 23 سال توسط جبرائیل به پیامبر خدا محمد نازل شده است که آن از 114 سوره عبارت می باشد. در زمان زندگانی محمد قرآن به شکل شفاهی معمول بوده. آن را صحابه ها و قاریان قرآن از زبان پیامبر از یاد می کردند. موافق روایت تاریخی بعضی پارچه های جداگانه قرآن را کاتبان پیامبر نوشته باشند هم آن در مجموع به شکل یک کتاب علاهیده گردآوری نشده بود. بعد وفات پیامبر در جریان جنگ و غزاهای پی در پی چندین صحابه ها و قاریان قرآن کشته شده، دانندگان شفاهی آن تا رفت کم می ماندند. از این خاطر با پیشنهاد عمر ابن خطاب و دستور بیواسطه ابوبکر صدیق سر اول قرآن از جانب زید ابن ثابت جمع آوری و تدوین گردیده از اضافه و نقصان محفوظ ماند. صحابه کرام زید ابن ثابت که قرآن را نقص از خود کرده بود و وحی الهی را به پیامبر بعضاً کتابت می کرد، نوشتجات پراکنده صحابه های دیگر را گرد آورد، با تلاوت شفاهی دانندگان قرآن مقایسه و بررسی نمود و بعد تصحیح و تصدیق کردن متن آن نسخه مکمل قرآن را در پوست آهو نوشته در خانه ابوبکر ماند. هنگامی که دین اسلام و خلافت اسلامی در عهد ابوبکر، عمر و عثمان وسعت یافته
شماره مسلمانان در عراق و ایران، سوریه و مصر و دیگر کشورهای عالم افزود، در قرائت قرآن و تلفظ بعضی حروفهای آن اختلافها پدید آمده. در این زمینه مکتب‌های گوناگون قرائت، مثلا طرز قرائت کوفی و بصری پیدا شدند. اثری ناخوشایند این امر وقتی آشکار شد که حذیفه ابن یمن، صحابه بزرگی پیامبر، در سال 25 هجری، یعنی سال دوم خلافت عثمان، در ایام نبرد در ناحیه آذربایجان و ارمنستان متوجه شد که سپاه اسلام در اثنای فراغتشان قرآن می‌خوانند و افراد هر قبیله مطابق لهجه خود تلاوت می‌کنند. بعضی وقتها در این باره با هم بحث‌ها می‌کنند و افراد هر قبیله تلاوت خود را بهتر از دیگران می‌دانند و کار به نزاع می‌کشد. از این خاطر عثمان نسخه موجوده قرآن را که با دستور ابوبکر تدوین شده بود به زید ابن ثابت می سپارد و می فرماید که قرائت سوره ها، ذکر آیات و تلفظ حرف ها را برای کل مسلمانان یکسان و هماهنگ نماید. نهایت نسخه از لحاظ تلاوت و کتابت یکسان و مکمل قرآن تدوین گردیده به حکم قانون درآمد و نسخه های دیگری پراکنده و موجوده منسوخ اعلان گردید. این تدبیری پیش گرفته عثمان کلام الهی را از اختلاف حفظ نموده. به اندیشه اسلام شناسان کتاب های من بعده قرآن در اساس 7 نسخه به ولایت های اسلامی فرستاده خلیفه سیوم انتشار یافت. خلافت علی ابن ابو طالب، سالهای 656 661. بعد از کشته شدن عثمان به مسند خلافت چهارمین و آخرین نماینده خلفای راشدین علی ابن ابو طالب مشرف گردید که هم از جانب پدر و هم از جانب مادر قریشی نسب و از خاندان بنی هاشم بوده، پسری عمک و داماد محمد یعنی شوهر دختری او فاطمه و پدری حسن و حسین وارثان مردینه پیامبر حساب می شد. علی ابن ابو طالب طبیعتاً جوانمردی دلیر، قوی اراده، دانشمند و زیرک و دارای اخلاقی پاک و حمیده بوده، بیشتر زندگی پارسایانه و عبادت و پرهیزگاری را می پسندید. علی هنوز در عهد زندگانی محمد بارها موردی تحسین و ستایش و خیرخواهی آن حضرت قرار گرفته، یکی از صحابه های کرامی بود که پیامبر برایش بهشت را وعده کرده است. او قریب در همه غزاهای پیامبر جسارت و دلاوری و فداکاری و قهرمانی به همتا نشان داده، در غزوات بدر، احد و خیبر و قول علمای تاریخ 16 زخم برداشته بود. علی با وجود جوانی از روی فضیلت‌های نیک، به خصوص آیین تقواداری و روح قوی، جسارت و نکوکاری، تمکین و دوراندیشی و شهسواری و صداقتش از غزاهای نخستین سزاوار احترام اهل اسلام گردیده بود.
یکی از فضیلت‌های علی آن است که او طبق حدیثی صحیح محبوب خدا و رسولش بوده، موریدی اعتماد و باوری بزرگی پیامبر قرار داشت. به روایت ترمذی پیامبر در وصف علی فرموده است: هیچ منافقی دوستداری علی نخواهد بود و هیچ مؤمنی کینه علی در دل نمی گیرد. هنگامی که عثمان به شهادت رسید، آشوبگران با سروری غافق ابن حرب آمیری امارت مدینه را به دست گرفته در مرکز حکومت اسلام خودسری ها می کردند و کسی جرأت نداشت که پیش راهی آنها را گیرد. اهل اسلام چی در مدینه و چی در ولایت های دیگری مسلمانی به دو گروهی با هم زید جدا شده، یک گروه مخالفین عثمان و گروهی دیگر جانبداران و خونخواهان او بودند. در عین حال معاویه ابن ابو سفیان که چون والی با نفوذترین اسلام سرزمین های آباد و پرثروت سوریه، فلسطین، اردن و لبنان را در اختیار داشت، در صف جانبداران عثمان بوده از آشوبگران و قاتلان خلیفه قصاص ستانیدن می‌خواست. نخستین کسانی که به نزد علی آمده بیعت کردن خواستند به قول طبری مردمان مصر بودند. برای او شتاب کردن را مناسب ندید و کار را به مشورت واگذاشت. سپس پیشنهاد مصریان را آشوبگران کوفی و بصری دستگیری نمودند و در چنین وضعیتی حساس و پرتهلوکه چندی از صحابه و بزرگان مدینه به حضور علی ابن ابو طالب آمدند که با او بیعت کنند و اداره خلافت را به اختیارش واگذارند. ولی علی خوب می دانست که در پیشاروی خلیفه نوبتی چی مشکلات و ناآرامی های قرار دارد. از این خاطر او از قبول خلافت ابا و اندیشه می کرد. اما مسلمانان او را رها نمی کردند، زیرا ارزنده تر و مناسب تر از علی ابن ابو طالب برای اداره خلافتی دور کسی نبود. نهایت با اصرار صحابه ها و مردم مسلمان او 24 ایون سال 656 مسند خلافت را پذیرفت و بیعت صبح روز جمعه 25 ذوالحجه سال 35 هجری، یک هفته بعد از شهادت عثمان در مدینه منوره، در مسجد مقدس نبوی و در پهلوی آرامگاه مطهر پیامبر انجام گرفت. علی ابن ابو طالب از روی رسمیت دینی در مسجد مدینه در حضور مسلمانان خطبه کرده آنها را به اخلاص و اخلاق حمیده، حسن نیک نیت، امنیت و آسایش عموم، اطاعت به خدا و پیروی از دین مبین اسلام دعوت نمود. شنوندگان گرامی، شما گفتار 85 را از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ از اوریان تا سامانیان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.